درود بر شما. من محمد اخوان هستم و طی این ویدیو قراره روتینگ پروتکل ها رو به صورت اجماع شرح بدم خدمتتون. یه توضیح مختصر و مفید از روتینگ پروتکل های مختلف اساس کار اصلا روت کردن در شبکه ها رو با هم خواهم داشت. کلا به نظر جالبه که چجوری میشه این ویدیو رو داخل یوتیوب آپلود کرد. یعنی چجوری اصلا این ویدیو آپلود میشه، چجوری میشه به اون ویدیو بعدا دسترسی پیدا کرد، اصلا کجا میره ذخیره میشه اون ویدیو، چجوری میشه بهش رسید، چجوری افراد دیگه میرن بهش میرسن، چجوری اصلا من میتونم این شبکه داشته باشم. به طور مثال اپلیکیشن های شبکه اجتماعی میتونم پیام رد و بدل بکنم، از اینجا بره به هر نقطه دیگه ای. و به طور مثال کار اینترنت به چه صورته میتونیم بگیم که نقش اصلی و واقعا روتینگ پروتکل ها دارن ایفا میکنن. خب اصلا روتینگ پروتکل چیه؟ به نظر من روتینگ پروتکل ها نقش جی پی اس رو دارن توی طی ارتباط فیزیکی انسان ها یا وسایل نقلیه. اگه من بخوام از اینجا برم تا اصفهان، خب مسیرهای مختلفی رو دارم دیگه. حالا من فرض بفرمایید که اپلیکیشنی هم یه روتینگ پروتکلی میام ران میکنم برای خودم و بهترین مسیر رو انتخاب میکنم. دقیقاً همچین کاری توی شبکه اتفاق میفته با روتینگ پروتکل ها. روتینگ پروتکل ها میتونم بگم که مدل های مختلفی محاسبه میکنن بهترین مسیر رو. خب که حالا ما بهشون میگیم تایپ های مختلف از روتینگ پروتکل ها. یا دیستانس وکتورن، یا لینک استیتن، یا هایبریدن. دیستانس وکتور یکی از مدل هایی هستش که بسیار ساده است، مکانیزم ساده ای داره و قدیمی ترین هستش. مکانیزمش هم به این صورتی که کل روتینگ تیبلش رو میاد به همسایه هاش میفرسته. ببینید زمانی که من روی این روترها اومدم ریپ، این اومدم پروتکل دیستانس وکتور که حالا یکیش ریپ یا آی جی آر پیه، میاد کل روتینگ تیبلش رو که میشه. روتینگ تیبل اصلا چی؟ یک جدولیه که توی اون جدول نوشته که تو اگه میخوای بری به این آی پی باید از این اترنت رد بکنی ترافیک تو. اگه میخوای به این آی پی بری، اگه فرض فرمود این 3333 باشه، باید به اترنت ای 0/1 بفرستی پکت هاتو. خب این روتینگ تیبله و روتینگ تیبل هاشون رو میان به همسایه هاشون میفرستن. الان توی ریپ چون تی سی پی بیس نیست، خب این دوتا میشن دیگه نیبر هامون. خب این هیچ وقت نیبرمون نمیشه توی پروتکل ریپ برای R1. و مثلا نیبرهای R2 که میشه R1 و R3 و R5. این R2 میاد کل روتینگ تیبلش رو این پشت اگه به هر جایی وصله، به هر شبکه‌ای، به هر ساختمانی وصله، میاد اونم روتینگ تیبلش رو در اختیار قرار میده. و حالا متریک رو چجوری، بهترین مسیر رو چجوری انتخاب میکنه؟ خیلی ساده است. هاب کانت میگه که اگه من بخوام از یک برم به 5، از بالا برم با 2 تا هاب میرم، میشه 1 2. حالا کاری ندارم پشتش چیه ها، من فرض دارم میام تا این قسمت فقط، اصلا لوپ بکش و پشتش رو کار ندارم. اگه بخوام از پایین برم باز با 2 تا میرم. اگه بخوام از اینجا برم، خب با 3 تا میرم. خب پس بهترین مسیر من نیست طی فکری که این کرده. و خب بخوام از اینجا هم برم بازم 3 تا هاب رد بشم، نه 2 تا میشه به نظر. البته این ریپ کلا یک پروتکلی هستش که کلاس فول کار میکنه. یعنی اگه من بخوام سابنت یا سوپر نتینگ انجام بدم، هیچ وقت از ریپ نمیتونم استفاده بکنم. بعد ضمناً یه مشکلی هم که داره، مثلا فرض بفرمایید اینجا 1 گیگ، اینجا 128 اصلا پهنه باندشون با هم قابل مقایسه نیست. ولی خب اینجا براش فرقی نمیکنه که پهنه باند من چیه. خب چون فقط میشماره هاپ ها رو. عرض به خدمتتون که ادوانتیجش، یعنی نقاط قوتش اینه که راحت کانفیگ میشه و کمترین ریسورس هم نیاز داره برای ارتباط برقرار کردن و نصب شدن. و معایبش اینه که خیلی کنده به نسبت روتینگ پروتکل های دیگه و باعث ایجاد لوپ خیلی ممکنه پیش بیاد توی این نوع روتینگ پروتکل. تایپ دیگه از روتینگ پروتکل ها لینک استیت پروتکل هستند که خیلی دقیق و سریعن. حالا چرا بهش میگن؟ اولا که بهترین مثالاش روتینگ پروتکل OSPF و ISOS که این عملکرد شبیه به همو دارن. IS میان بسته رو تحت عنوان لینک استیت به هم دیگه میفرستن، این هلو مسیجشون رو به هم دیگه میفرستن. حالا هلو چیه؟ توی OSPF ما مراحل مختلف همسایگی داریم، داون، اینیت، تووی، اکستارت، ایکسچنج و در آخرش هم که فول میشه همسایگی این دو تا با هم دیگه. حالا نمیخوام برم سراغ مثلا مباحث دیتیلز OSPF چون واقعا شاید نزدیک 10 ساعت فقط باید صحبت کردن در مورد فقط یه OSPF. فقط هلو مسیجی که میفرستن که حالا هلو مسیج هم برای مانیتورینگه، هم برای اینکه ایجاد همسایگی بکنه. حالا مانیتورینگ هم میگم برای چی. اینجوری هستش که توی اون بسته هلویی که میفرسته برای همسایه هاش، خب زمانی که من جفتش اینا رو با هم دیگه همسایه بکنم، رو همشون OSPF یک اریا بیام ران بکنم، هلو مسیج چیه؟ میگه من کیم، چه نتورک هایی رو دارم،
با کیا همسایم، اگه این دوتا ما به هم زده باشیم میگه آقا من از قبل با این آرسه همسایم و میگه من با این متریک میرسم به آرسه یا با این متریک میرسم به این نتورکم. حالا متریک OSPF چیه؟ باندویته، یعنی پهنه بانده. از هر جایی که پهنه باند بیشتری داشته باشه از اونجا رد میشه، میاد محاسبه میکنه پهنه باند همه رو با هم، از این پایین حساب میکنه بالا رو حساب میکنه که میگه هیچی داغونه، از اینجا هم حساب میکنه میبینی 128 اضافه شده. البته محاسباتش یه فرمول طولانی داره که من فقط یه صدش رو یادم، اونم به خاطر اون تستایی که زدم. و بالا چجوری مانیتور میکنه توی هلو مسیج، همونجوری که میبینید نوشته نتورک هامو. خب وقتی که یکی از این نتورک ها فیل بشه، این با هلوش فرستاده و یه جوری مانیتور کرده، میگه خب تو نتورک تو از دست دادی، آردو میگه خب پس من از روتینگ تیبلم برمیدارم نتورک تو. و متریکش همونجوری که عرض کردم پهنه بانده و خب نقاط قوتش اینه که خیلی سریع بهترین مسیر رو انتخاب میکنه بر اساس همون چیزی که خدمتتون عرض کردم و از لوپ هم جلوگیری میکنه. یعنی فقط TTL مکانیزم جلوگیری از لوپ نیست توی مثلا کنم اگه از اینجا بیاد ببینه که مثلا آرسه اومده نتورکی که خود R1 داره بهش ادورتایز میکنه، اونو میاد خودش داون میکنه، میگه خب آقا من اینو داشتم پس این حتما پکیت من توی لوپ افتاده که آرسه داره برای من نتورکی خودم ریلیز کردم خودم ادورتایز کردم و داره برای من میفرسته. خب حالا مکانیزم مختلفی داره که لوپ پریونشن توی لیر 3 عرض به خدمتتون. آره اوپن شورتست پث فرست EIGRP که این استاندارد سیسکو بوده از چندین سالی که استاندارد IEEE شده، هرچند هنوز توی بعضی از OS های حالا برندهای دیگه پشتیبانی نمیشه و کلا جایی که المانهاش کلا سیسکو بیسه میان EIGRP ران میکنن. EIGRP یک روتینگ پروتکلیه که حالا فقط بر اساس باندویت یا پهنه باند تصمیم نمیگیره که بهترین مسیر چیه. یکی از ویژگی‌هاش بله پهنه بانده. ویژگی دومی که یا میشه گفت معیار دومی که داره برای انتخاب بهترین مسیر ریلایبیلیتیه. خیلی جالبه، یعنی میاد میگه که من از این مسیری که پهنه باند بیشتری داره پکتامو میفرستم لاست میشه وضعیتش دراپ میشه، خب پس این حتما ریلایبل نیست، حتما قابل اعتماد نیست، پس من از بالا با اینکه خیلی پهنه باند کمتری داره به طور مثال میفرستم. البته یکی از معیاراش اینه. معیار سومی که داره لوده، میبینه که لود کدوم کمتر از اون میفرسته و دیلیه، میبینه کدوم زمان بندیش، یعنی هر پکیتی که ما میریم توی شبکه به حال یه اک داره دیگه، یه تصدیق داره. خب میبینه دیلی کدوم کمتر از اونجا میفرسته و همه این چارتی که خدمتتون رو عرض کردم البته 6 تا بود، اینا میرن توی فرمول خیلی خاصی قرار میگیرن و یه 256 هم داره که در اون ضرب میشه محاسبه میکنه و این متریک برای هر کدوم از این مسیرها درست میکنه و بهترین مسیر اون فیزیبل ساکسسور رو میاد تو روتینگ تیبلش به عنوان اولین مسیر قرار میده و یه روت بکاپ هم همیشه داره که اگر یک آن این پکت فیل شد بیاد از اون بکاپ استفاده بکنه. خب خیلی جالبه دیگه، ببینید اصلا اولا که هم هوشمنده، همین که خیلی سریع میتونه سویچ بکنه روی روت بعدی اگر برای هر اتفاقی برای اون روت بیفته و اینکه واقعا خیلی توی شبکه‌های اینترپرایز به درد ما میخوره. تو اینم از هلو مسیج استفاده میکنه. نکته جالبی هم که داره لود بالانس میکنه دیگه، مثلا اگه اینجا هم متریکش با این برابر بود میاد لود بالانس کنه، یعنی مثلا یه پکت رو از این بالا میفرسته یه پکت رو از این پایین میفرسته. من مثلا آن ایکوال هم هست دیگه که البته این قابلیت رو باید فعال بکنید که اگه حتی این دو تا با هم دیگه نزدیک باشه پهنه باندشون، خب ما باز میل داریم که لود بالانس بکنیم دیگه که یه جوری از پهنه باند جفتشون استفاده ببریم که خب یه قابلیت داره که باید فعال شه و ضمن خب همیشه خوب نیست دیگه، اگه اینجا مثلا تو این تصویر بخواد لود بالانس بشه که اصلا فاجعه است. خب ببینید استفاده روتینگ پروتکل ها قاعدتاً من نمیتونم هر جایی از OSPF استفاده بکنم، هر جایی از EIGRP استفاده بکنم، بعد با توجه به شرایطی که دارم از یکی از این روتینگ پروتکل ها استفاده بکنم و کلا دو دسته میشه روتینگ پروتکل من، یا IGP یا EGP، یا Interior Your Gateway Protocol و Exterior Gateway Protocol. توی IGP برای عملا نوشته که برای یک سینگل اتونوموس سیستم. حالا اتونوموس سیستم چیه؟ توی این تصویر رو مشاهده بفرمایید. اتونوموس سیستم یا همون AS میشه کلیه المان هایی از شبکه که تحت مالکیت یک سازمان خاصن. به طور مثال AS یا همون اتونوموس سیستم دیجی کالا با اسنپ فرق میکنه یا آمازون با اوبر فرق میکنه. خب حالا زمانی که من بخوام این AS ها رو با هم دیگه مرتبط بکنم، به طور مثال من بخوام AS مخابرات رو با AS اسنپ برای اینکه حالا به هر دلیلی میخوام به یک ISP وصل بشم یا به هر چیزی میخوام وصل بکنم، نیاز دارم به
یه روتین پروتکلی که EGP باشه، یعنی بتونه بین AS ها ارتباط برقرار بکنه. خب حالا بعضی ممکنه بیان بگن خب آقا چرا ما از OSPF استفاده نمی‌کنیم از EIGRP، با اینکه OSPF ایریا بندی میشه توش کرد، یعنی اریای صفر داریم و حالا اریای مختلف که بهش حالا بکبون هم میگن به اریای صفر. ما میتونیم ایریا بندی بکنیم، توی EIGRP هم میتونیم از AS مختلف استفاده بکنیم. چرا این کار انجام نمیدیم؟ ببینید این برمیگرده به اساس کار BGP Broader Gateway Protocol. حالا ما اصولا از BGP استفاده میکنیم. فرض بفرمایید که توی اینترنت خب من الان 4 تا دونه روتر ندارم که 100,000 تا روتر با 1,000,000 روت. خب به نظرتون روتری وجود داره که بتونه 1,000,000 روت رو متریکش رو دونه دونه در بیاره، بهترین مسیر رو در بیاره؟ خب قاعدتا هر روتری باشه کرش میکنه، اصلا به 1/100 اطلاعات هم برسه کرش میکنه. خب حالا کاری ندارم به روترهای جدیدی که اومده، شاید ازشون هندل بکنن دقیق، حالا دروغ هم نگم، ولی خب واقعا نمیشه همچین چیزی، غیر منطقی میاد. ما لازمه که از یک متریکی از یک روتینگ پروتکلی استفاده بکنیم که کلیه دانش رو نداشته باشه از کلیه مسیرها. ما مثلا میایم اینجا از BGP استفاده میکنیم بین AS ها. BGP چیکار میکنه؟ ببین BGP متریک نداره، BGP اتریبیوت داره، یعنی میاد با اتریبیوت های خودش بهترین مسیر رو انتخاب میکنه. هر روتر جداگونه حساب میکنه. ببینید مثلا یکی از اتریبیوت هایی که داره ویت، یکی دیگه که داره مثلا IPJ، اگه درست تلفظ کرده باشم accumulated، یعنی به طور مثال اگه من اینجا OSPF ران کرده باشم، اینجا ریپ، اینجا OSPF، اینجا اگه BGP باشه، BGP بیشتر میل داره که اطلاعات رو توی یه روتینگ تیبل ثابت بیاد انتقال بده. یعنی الکی نبره OSPF رو توی ریپ دوباره متریکش رو بیاد اون دیستریبیوت بکنه، ترجمهش بکنه به ریپ، چون ریپ فرق میکنه متریکش دیگه، بعد دوباره بیاد ترجمهش بکنه به BGP، بعد دوباره به OSPF ترجمه میده که مثلا از OSPF بده. یا به طور مثال longest prefix match، کم لوپ پریونشن، همین که یکی از متریک های واقعا BGP، اتریبیوت های BGP. چند تا داره این فارم، نزدیک 8 تا داشت، 8 تا 9 تا داشت، که مثلا یکیش میاد میگه که اگه من یک نتورک خودم اومدم جنریت کردم، ادورتایز کردم، اگر جای دیگه رسید اون از اهمیت کمتری برخورداری، مثلا EBGP over IBGP. ما حالا یه خورده جلوتر بریم متوجه میشیم که فقط BGP بین AS ها نیست، ما میتونیم داخل AS مون هم از BGP استفاده کنیم که بهش میگن IBGP، که کلا BGP رو خیلی خاص و جذاب کرده. چجوری اصلا روتینگ پروتکل ها هندل میکنن این اتفاقات رو؟ ببینید اول از همه بعد بشناسن، خب کلیه مسیرها رو بشناسن و با توجه به اون معیارهایی که خودشون دارن بهترین تصمیم رو بگیرن. حالا چجوری میشناسن؟ با استفاده از مسیج های هلو یا هارت بیت میان هم مانیتور میکنن، همین که بهترین، و میان اطلاعات رو به قول معروف کچ میکنن، ریسیو میکنن. ریکالکولیشن، خب ببین به صورت سریع میاد اون مسیرهای جایگزین رو انتخاب میکنه و قرار میده توی روتینگ تیبل به عنوان بهترین مسیر، اگه مسیر حالا فیل بشه یا هر چیزی، کانورجنس اسپیده. توی روتینگ تیبل اگه یک مسیر جدیدی بیاد که حالا از متریک بهتری برخورداره یا سریعتر میتونه بفرسته، خب میاد از اون میفرسته. یا نه، اگه یه اتفاقی بیفته برای اون مسیر اصلی من، میاد یه مسیر جایگزین برای اون طراحی میکنه. و تیونینگ فور پرفورمنس، واقعا سیسکو برای هر چیزی یک سولوشن داره. یعنی من میتونم واقعا همه چیز تیون بکنم، میتونم همه چیز رو اونجوری که دلم میخواد بیام طراحی بکنم، و همینش توی روتین پروتکل ها هستش که خیلی استفادهش زیاد کرده. خب اینجا یک سری مثال هایی میبینیم از کاربردهای روتین پروتکل ها که حالا بزرگترینش و میتونم بگم مهمترینش اینترنته، که واقعا عجیب غریب و جذابه و خب حالا محتوای اینترپرایز گلوباله. و حالا یه نکته دیگه هم که هست، اِوولوشن دیگه، یعنی واقعا روتین پروتکل ها با توجه به گذر سالها دارن آپدیت میشن، پیشرفت میکنن. حالا اگه شما بخواید سری تکاملی ریپو در نظر بگیریم، همین تغییراتی که پیدا کرده به حالا روتین پروتکل جدید متوجه میشین. و به صورت جمع‌بندی همون چیزی که خدمتتون عرض کردم به عنوان مقدمه، به عنوان نتیجه گیری میخوام همین رو بگم، واقعا روتین پروتکل ها نقش اصلی رو ایفا میکنن و کلید اصلی رو دارن توی ارتباطات بین شبکه یا اصلا ارتباط اینترنت، و بدون اونها عملا اینترنتی وجود نخواهد داشت.
و دیگه هیچ خبری از نتورک و اون کاربردهایی که نتورک داره نخواهد بود. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار بنده قرار دادین. امیدوارم که مفید واقع شده باشه، هرچند که کمی کاستی زیاد داشت. بدرود.